شرکت مفید گروپ یکی از شرکت‌های بزرگ و برند به سطح منطقه هستند و در سال 1396 عملاً به فعالیت آغاز کرد و جواز تأسیس اخذ کرد. در 4 خط تولیدات عمده دارد که خوراکی حیوانی هستند، خوراکی مرغ هستند. شرکت مفید گروپ می تواند که دانه ماهی را تولید کند با بالاترین کیفیت. سرمایه‌گذاری ابتدایی 4 میلیون دلار فعالیت خود آغاز کرد. اکنون این سرمایه‌گذاری به حد بلند خود رسیده که بالاتر از 10 میلیون دلار فعلا سرمایه‌گذاری کرده. ظرفیت ماشین‌آلات ما به سطح اکتفای کشور است. در حدود 1.5 نفر به شکل مستقیم، بالاتر از 500 نفر دهقان نیز مشغول کار هستند. نقش دولت خود بخش عمده هستند. در بخش زیادی کار شده ولی از تمام هموطنان خود این تقاضا را داریم که از تولیدات داخلی خود استفاده کنند و تولیدات داخلی خود مقدم بشمارند. تنظیم پرمختلن ودان و آزاد اقتصادی افغانستان.